من در طول مدتی که امریکا بودم 3-4 بار ایران اومدم. بعد همونجا که اومدم میگفتن خب کجا میخوای بیای استخدام شی؟ اومدم دانشگاه علم صنعت، دانشکده برق دانشگاه علم صنعت مشغول به کار شدم. شاید سال 1373 متوجه شدم که در کشور ما کسی بحث اینترنت رو به صورت جدی که نداره، خیلی هم ازش بی اطلاعن. اون زمان اوج مثلا ورود به اینترنت بود در حقیقت. از اون طرف هم یه سری سخنرانی‌ها رو شروع کردم که اولینش در همون سازمان پژوهش علمی صنعتی بود، راجع به جهان آینده. شروع کردم صحبت کردن از دنیای مجازی، دنیایی که سالهای بعد میخواد بیاد. همون فعالیتایی که بعداً در امریکا مطرح کرده بودم اومدم در داخل کشور شروع کردم.